راز رسیدن به دیویژن 1. رفقا قراره چند نکته بگم که میتونه شما رو به دیویژن 1 برسونه. بریم ببینیم نکته هایی رو که میخوام بگم. اولین نکته اینه که برای رسیدن به دیویژن 1 کافیه دیویژن 3 وارد دیویژن 3 که شدید باید از که ریتینگ 1200 رو میگیرید باید به ریتینگ 1500 برسید و برسید به دیویژن 2 و برای رسیدن به دیویژن 1 هم باید ریتینگ 1500 تا 1800 رو بگیرید که 1800 تکمیل که شد میرید دیویژن 1 که من الان 1742 توی دیویژن 2 هستم و کم کم آقا 2-3 تا بازی دیگه برد بیارم میتونم به دیویژن بعدی برسم. دومین نکته هم اینه که یه ترکیب فوق العاده خوب داشته باشید. مثلا این ترکیب که الان من کل نفرات برتر دیویژن رو که میخورد تو پستم و اکثرا یا برد میارم یا مساوی میکنم، یکی دیویژن 1 که اکثرا من برد میارم. فقط میمونه اینجا که یه نکته کامل درباره این ترکیب بگم. شما میخواید دفاع بشینید تو حتما از این محوطه جریمه دفاعاتون پایینتر محوطه جریمه باشه که به سمت جلو نیاد که یهو ضد حمله مهاجمای حریف بهتون نزنه بهتون گل نزنن. بعدش هم یه دی ام اف انکرمن مثلا کاسمیرو یا رودری، نسخه رودری بذارید میتونید ازش استفاده کنید و همچنین مثلا یه سی امی مثل دیگه که بگم که بیناکی دیبروینه و گوندوگان و کیمیش و اینا میتونید توی سی ام استفاده کنید. توی پست EMF هم میتونید یه EMF هول پلیر مثل کرویف یا بلینگام بذارید. بعدش هم توی قسمت مهاجم نوک هم میتونید SS و مسی بذارید که این سمت هر طرف مثلا خاصی SS بذارید، مثلا سمت نیمار خاصی بذارید بازیکن پای راست بذارید و سمت مسی خاصی بذارید بازیکن پای چپ بگیرید. بعدش هم یه مهاجم گل پوچر هم میذارید وسط که مثل من که رومنیگه رو دارم گذاشتم و اینم نیمار هم میتونید نیمار سانتوس استفاده کنید. دیپلاین فوروارد هم مثل سرکش و توی بازم مهاجمای گل پوچر زیاد مثل راشفورد و رونالدو و سون و اینزاگی و اینا مهاجمای گل پوچر زیاد داریم به خیلی بازی میتونی ازشون استفاده کنی. بعد یه نکته هم بگم که هر وقت می‌خواستید نیمکت بچینی حتما برای هر پستتون یه بازیکن بذارید داخل نیمکت که حداقل به کاندیکشن بند نخورید. مثلا توی پست مدافع دارید یه مدافع هم بذارید توی نیمکت، توی پست هافک دفاعی یه هافک دفاعی هم بذارید نیمکت و توی پست مهاجم نوک هم چند تا بذارید نیمکت که روی فرم خوبی بودن بتونن براتون کاری انجام بدن. من الان 39 تا برد دارم، 19 تا مساوی و 28 تا هم باخت دارم. باختم هم به خاطر نول زدن بوده و که الان بچهای تلگرام اومدن کانالی زدن برای جلوگیری از نول زنها که من بعضی باختم همین به خاطر نول زدن بوده و یا مثلا رفیقام زنگ نمیزنن یهو زنگ میزنن و یهو بازی باگ میخوره نت اینترنت هم قطع میشه نول میزنه میفتم بیرون باخت میدم. و حالا اینم درس مشاهده دیویژنه که توی دیویژن 2 که من الان هستم 2.1% پلیر هست، توی دیویژن 3 4.6% پلیر هست، توی دیویژن 9 49% پلیر هست و دیویژن 1 هم که الان هنوز به 1% هم نرسیده که دیویژن 1 رو فتح کردن. اینا هم نکته و این هم نفرات برتر لیگ یا همون دیویژن ارور داری اکانتشو نگاه کنی همه اینه که میرن نفری برترن با اکانتای خیلی خفن میان اصلا نگاه میشه با کمترین اکانت و با کمترین هزینه بیایی برسی دیویژن 1 یا حتی دیویژن قوی تر. اینا همش اصلا یا با نول اومدن بالا یا اصلا بازی بلد نیست، فقط پول دارن پول دارن، مستقیم بگم پول دارن.
چیزی که ما نداریم اونا دارن، همین پوله که همه اکانتشون. این هم که مثلا اومده همچی ترکیب گذاشته رفقا گول این اکانت نخوره، اکثرا یا نولزنن یا خیلی بازی بلد باشه به این رنگ هم نمیرسه، همهش نولزنه. خب یه نفرای برتر هم ببینیم، نفر مثلا شماره 7 همهشون اکانتای خفنی دارن. اما پول حرف اول میده، پول داشته باش بهترین اکانت که توی یه هفته بری دیویژن 1. ولی من اومدم راهکار دارم بهتون میگم که توی یه سریع‌ترین زمان ممکن برسید دیویژن 1. یعنی 45% دوره صحیح داره توی دیویژن 1. مثلا طرف میاد که مثلا بازیای منه چند تا بازی اخیرمه، بعدم این قسمت هم بذاری روی این که حریف براتون پیدا بشه، بعد فیلتر شکنم خوب براتون گذاشتم توی کانال. ویدیو قبلی یوتیوبمون و لینکش هم گذاشتم توی تلگراممون. همینا دیگه میتونی از فیلتر هم استفاده کنی. که بچه‌ها یه چیزی هم بگم، اینا بخش لیگ تاریخ داره. مثلا دوره الان که من هستم تا چهارشنبه بیشتر زمان نداره، بعدش دوباره از نو من 3 پله میام عقب. یعنی مثلا توی دیویژن 2 هم میان دیویژن 5 یا 4، مثلا توی دیویژن 1 هم میان دیویژن 4 اینطوری میاد عقب. و اگه میخوای شروع کنی دیویژن رو الان که دیگه وقتش نیسته، از هفته آینده دیویژن رو شروع کنی، به مدت 1 ماه هم زمان دارید طوفانی بازی کنی و براتون بهترین آرزوها رو دارم. موفق و پیروز باشید تا یه ویدیو خفن دیگه. خدا نگهدار.